من یه پاور هیدرولیک دارم، میخوام یه فلو کنترل براش بذارم سرعت رو کنترل کنه. کجاش باید بذارم؟ اصلا اینو میشه این رو گذاشت یا نه؟ اینا چیه اینجا؟ این فلو کنترل باید کجا و چه جوری نصب بشه؟ میخوام تو این ویدیو اینو بگم. بیا اول خیلی کوتاه بهت بگم فلو کنترل چیه. شیر کنترل جریان یا در واقع شیر کنترل سرعت عملگر هیدرولیک ماه. بهش میگن فلو کنترل والو یا به اختصار FCV هم گفته میشه. توی نقشه ها می نویسن. اگه یه جایی دیدید بدونید FCV میشه فلو کنترل والو. همونجا که گفتم این میاد فلو و یا جریان ما رو کنترل میکنه تا به کنترل سرعت برسیم. ما هرچی دبیمون تو سیستم هیدرولیک کمتر باشه در نتیجه سرعتمون هم کمتره. یعنی اگه 2 لیتر بر دقیقه بره به سمت جک هیدرولیکمون، مثلا سرعتمون 5 متر بر ثانیه بشه، اگه همینو بکنیمش مثلا 4 لیتر بر دقیقه، سرعتمون میشه 2.5 متر بر ثانیه. یعنی سرعتمون کمتر میشه. پس هرچی دبی بالاتر سرعتم بالاتر. یه رابطه خیلی مستقیم دارن. پس این شیر میاد دقیقاً با دبی بازی میکنه، با جریان روغن بازی میکنه، کمش میکنه که سرعتم کم بشه. حالا این که چجوری نصب بشه قلق داره، لم داره، فن داره. باید بدونی که اینو کجا نصب بکنی، چجوری نصب بکنی. اولا این مدل که مدل خطیه یا هم مدل بین راهی یا اینلاین هم بهش میگن دیگه. مدل‌های دیگه داریم که بهش مادولار والو میگن، مدل‌های ساندویچ پلیت میگن که مدل‌های زیر شیری ان، زیر شیر به صورت طبقاتی بسته میشن. یه مدل هم داریم که بلوکیه، مثلا روی یه بلوکی روی یه صفحه‌ای بسته میشه که معمولا یه ولوم خیلی بزرگی هم داره، راحت‌تر میشه باش کنترل کرد. انواع و اقسام خیلی مختلفی داره که نمیخوام تو این ویدیو در مورد انواع و اقسامش صحبت کنم. حتی سوپاپ داره، بدون سوپاپ هم داره که اون خودش یه ویدیو جداست. من میخوام تو این ویدیو بهت بگم اینو کجا نصبش کنی، کجا بذاری و چه جوری بذاری. 2 تا راه برای نصب کردن فلو کنترل وجود داره. توی ادامه این ویدیو میخوام بهت این 2 تا راهو بگم. پس بریم که داشته باشیم رو تخته این بار. راستی اگه این کانال رو سابسکرایب نکردی همین الان انجام بده، یه لایک هم همین الان بزن. مرسی. خب من اولین روشی که میخوام بهتون توضیح بدم روش میتر این هست. این روشی که شاید خیلی ساده تر باشه. الان ما پمپمون اینجاست، شیر کنترل جهتمون، یه دونه فشار شکن اینجاست، یه دونه جک داریم. من فلو کنترل رو گذاشتم اینجا. میخوام سرعت باز شدن جکمو کمتر بکنم. مثلا الان 20 متر بر ثانیه داره میره جلو، من میخوام اینجا یه تنگنا بذارم، یه فلو کنترل بذارم، اینو بکنمش 15 متر بر ثانیه، 10 متر بر ثانیه. خب اینو باید چیکار کنم؟ خب خیلی ساده است. میذارم اینجا، این جک رو میخوام باز شدنش رو کنترل کنم دیگه. روغنی که داره از طریق پمپ، حالا یا از طریق شیر، الان شیر ما وسط بسته است، فرمان که بگیره میاد، الان این ور یا اون ور فرقی نداره، الان فرمان بگیره بیاد این ور، روغن دقیقاً از این قسمت میاد میره داخل فلو کنترل. درسته؟ پس ما در واقع روغن ورودیمونو به جک، روغنی که قراره اینجا بیادش و این پیستون رو هل بده جلو، رو کم کردیم. حالا به این روش میگن میتر این. چرا؟ چون ما روغن ورودی رو کم کردیم. مگه میشه روغن خروجی رو هم کم کرد؟ بله میشه. بیاین این ور. اینجا ما روش میتر اوت رو داریم. میتر اوت دقیقا اینجا پمپ، شیر، دوباره فشار شکن، همه چی مثل اون سیستم. فقط الانم من باز میخوام سرعت جلو اومدن جک رو کم کنم خب، ولی فلو کنترل گذاشتم کجا؟ جلوی جک. اینجا اول جکه، اینجا جلوی جکه. حالا الان چه اتفاقی میفته؟ ما میخوایم باز شدن رو کم بکنیم دیگه. روغن حالا این باز فرمان میده، روغن میاد میره توی جک. هیچ کنترلی ما اینجا نداریم. اینجا روغن جمع میشه. خب طبیعتا این ورم روغن هستش دیگه. این روغن باید تخلیه بشه. ما اینجا داریم روغن تخلیه شده رو در واقع کنترل میکنیم. ما نمیخوایم روغنمون با سرعت زیادی تخلیه بشه. پس فلو کنترل که اینجا گذاشتیم داره خروج روغن رو کنترل میکنه. در واقع روغن داره میاد ولی به آرومی از این ور داره خروج پیدا میکنه. اینجا اصلا اینجوری نیست. ما کاری به این ور نداریم، ما کاری به ورودی داریم. حالا اون ور با هر سرعتی که خواست خالی بشه. به این روش که سرعت روغن خروجی رو کنترل میکنیم میگیم میتر اوت، و به این روش که سرعت ورودی رو کنترل میکنیم و ورود روغن رو داریم در واقع دبیشو کم میکنیم میگیم میتر این.
حالا کدومش بهتره، میتر این بهتره یا میتر اوت، خیلی سرش سوال و بحث زیاده. یکی از خوبی هایی که میتر اوت داره، ببینید من اول اینو بگم بعد خوبیشو بگم. الان ما داریم روغن رو اینجا وارد میکنیم دیگه. خب این روغن داره کنترل شده میاد اینجا جمع میشه، ولی از اینجا کنترل شده تخلیه نمیشه. یعنی ممکنه روغن کلی تخلیه بشه، مثلا این شما این قسمت در نظر بگیرید که اینا تخلیه شده، یعنی الان اینجا فضای خالی ما داریم و اینقدر روغن مونده ولی هنوز جک جلو نیومده، چون این داره آروم پر میشه دیگه. هنوز جک ما به این نقطه نرسیده که بیاد اینجا رد بشه، ولی روغن اینجا خالی شده دیگه، مونده. اینجا خودش باعث وجود حباب میشه. این حبابا و یا وجود هوا میاد توی سیستم ما، میاد توی مخزن ما و باعث وجود پدیده کاویتاسیون میشه. همون پدیده‌ای که باد میاد توی روغن ما، باعث ترکیدگی حبابا با فشارهای بالا میشه، پمپمون رو خراب میکنه. پس یکی از خوبیای میتر اوت اینه که جلوگیری میکنه از چی؟ از پدیده کاویتاسیون. یعنی الان چجوری میشه؟ یعنی ما الان اینجا روغنمون داره میاد تو سیستم، اینجا میره، هیچ کاری باش نداره. خب اینجا داره روغن پر میشه، همیشه داره روغن میاد اینجا، یعنی همیشه پره. ولی خروجیمون دیگه اینجوری نیستش که با سرعت بخواد تخلیه بشه مثل اونور، حباب تشکیل بشه، هوا بکشه یا هر چی که به هر جوری که هوا بخواد اونجا شکل بگیره و نفوذ بکنه در واقع به روغنمون. هوا که هست، نفوذ پیدا بکنه به روغنمون. اینجا چون ما داریم رو تخلیه میکنیم، در واقع داریم اینجا رو فشرده میکنیم، همه جا اون پر روغن میشه و با فشار و نیروی بیشتری نیاز داره که تخلیه بشه. پس اینورم افزایش فشار داریم. یکی از بدیهای میتر اوت اینه که ما اینور افزایش فشار داریم. پس بدیش میشه چی؟ افزایش فشار زیاد در پشت پیستون، که البته اگه این کنترل شده باشه هیچ مشکلی نداره، چون ما فشار شکن داریم، فوقش فشارمون رو میشکونه. ولی اگه بخواد بیش از حد باشه و اینو خیلی سرعتش رو کم بکنیم، خطرناکه برای جک و لوله ها اگه محاسبه درستی نداشته باشیم. پس ما میتر اوت رو فهمیدیم، میتر اوت هم ضررش هم منفعتش رو فهمیدیم. در واقع منفعت این میشه این که دیگه این فشارسازی زیادی نمیشه و مشکلی برای لوله ها و شلنگا میتونه پیش نیاد، برای جکمون پیش نیاد. و اینکه کاویتاسیون هم که بهتون گفتم، این دو تا روشه که ما میتونیم فلو کنترل رو ببندیم. من خودم پیشنهاد میدم که همیشه سعی بکنید از این استفاده بکنید.